قبلا دانش آموز دیگری داشتیم که در آخرین لحظات که آماده شده بود برای مسابقه دعوتش کردیم که برید اینجا، که جاشو نداشتیم. از روشنک عزیز خواهش کردیم که بیاد و اینجا کمک کنه. البته روشنک ما از نظر فارسی در سطح بسیار بالایی هست، از این کلاس گذشته، ولی در این مورد به ما کمک کرد. خواهش میکنم که شروع شما خودتون معرفی کنید، هر کدوم خودتون معرفی کنید. سلام، اسم من روشنک فرشیدپور هست. سلام، اسم من علیرضا صفاریان هست. سلام، اسم من هست کیمیا عطار. سلام، اسم من هست آرش خفاری. توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. کی جواب ایشونو میده؟ شما؟ دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست. کی جواب میده؟ شما؟ تا توانی دلی به دست آورد، شکستان هنر نمی باشد. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا خاموش. کی جواب میده؟ شما؟ شب است و شاهد و شم و شراب و شیرینی، غنیمت از دمی روی دوستان ببینی. شما؟ یک رقص ره دجله منزل به مدائن کن، از دیده دوم دجله بر خاک مدائن کن. چی باید بده؟ نه. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. در میخانه ببستم خدایا مبسند، در خانه تصویر ریا بگشاید. چی باید بده؟ دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. همه است آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. ز هوشیاران آدم هر که را دیدم غمی دارد، دلا دیوانه شد دیوانگی خود عالمی دارد. در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت، از حریفان قهر بیجای تو هم آمد به یاد. دادن تو را دو گوش و یک زبان ز آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. نازنینا ما به ناز تو جوانی داریم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. محبت آتشی کاشانه سوز است، دهد گرمی ولیکن خانه سوز است. تا تو پیدایی نهان گردد درخت، او شود پیدا چو تو گردی نهان. نفس باد صبا مشکفشان خواهد شد، آدم پیر دگرباره جوان خواهد شد. دی کودکی به دامن مادر گریست زار، کس کودکان کوی به من کس نظر نداشت. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود در گوسفندان. نه بر اشتری سوارم، نه چوخری به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد. دگر گندم نمای جو فروش، با ردای عجب عیب خود مپوش. شمع این مسئله را بر همه کس روشن کرد
که توان تا به سحر گریه بیشیون کرد. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. برنامه بعدی پروژه بچه‌های بالای 10 ساله که البته یکی از شاگرداشون پروژهش خیلی خوب بود، با پاورپوینت بود و زیر 10 ساله، ولی گذاشتونش آیسا رو بالای 10 سالی ها کامپیت کنه. تا آماده میشیم روشنک